استادان گرامی سلام. در ویدیوی قبلی دیدید که چگونه با استفاده از مواد درسی تقسیم اعداد دو رقمی بر اعداد یک رقمی را توضیح دادم و حال می‌خواهم در این ویدیو نحو محاسبه آن را توضیح دهم. برای وضاحت بهتر میریم طرف اجرای مثال ها. مثال اول، عدد 42 را بر عدد 3 تقسیم نمایید. حل: 42 تقسیم بر 3. میبینیم که 42 یک عدد دو رقمی است، پس تقسیمات را از دهها شروع میکنیم و میبینیم که 4 دهها داریم و آن را میتونیم به 3 تقسیم نماییم. پس برای سادگی کار میگوییم که در عدد 4 چند تا 3 وجود دارد. یعنی ضرب زبانی 3 را مینویسیم. 1 ضرب 3 3، 2 ضرب 3 6. میبینیم که عدد ما 4 است. در 4 چند تا 3 وجود دارد. پس 2 ضرب 3 6 بزرگتر است. پس ما عددی را انتخاب میکنیم که یا مساوی به 4 و یا کوچکتر از 4 باشد. پس 1 ضرب 3 جواب ماست. پس در 4 یک تا 3 وجود دارد. یک را در خارج قسمت می نویسیم. 1 3 از 4 که 3 را کم کنیم میمونه 1 دهها و 1 دهها را نمیتونیم به 3 تقسیم نماییم. پس 1 ها را تا میکنیم که 12 1 ها میشه. در مجموع 12 1 ها را میتونیم به 3 تقسیم نماییم. پس حالا بررسی میکنیم که در 12 1 ها چند تا 3 وجود دارد. پس 2 3 6 3 3 9 4 3 12. میبینیم که در 12 4 تا 3 وجود دارد. پس 4 رو در خارج قسمت می نویسیم. 4 3 12 منفی میکنیم 0. حاصل تقسیم 14 است و باقی مانده 0 است. مثال دوم، عدد 24 را تقسیم بر عدد 4 نمایید. حل: 24 تقسیم بر 4. باز هم میبینیم که عدد 24 یک عدد دو رقمی است. پس تقسیمات را از دهها شروع میکنیم. میبینیم که 2 دهها به 4 نمیرسه. پس دهها را به 1 ها تبدیل میکنیم که میشه 24 1 ها. حالا میبینیم که در 24 1 ها چند تا 4 وجود داره. پس ضرب زبانی 4 را میخوانیم. 1 4 4 2 4 8 3 4 12 4 4 16 5 4 20 6 4 24. میبینیم که در 24 6 تا 4 وجود دارد. پس 6 را در خارج قسمت می نویسیم. 6 ضرب 4 24. از 24 که 24 تفریق کنیم 0. پس حاصل تقسیم مساوی به 6 و باقی مانده 0 است.